عاشقا بازی خورده های دوران ما روزی ولنتاین میگیرن. ولنتاین خدا توفیق. الله بی نیاز است. عشق ما رسول خدا هست. محبت ما الله هست. اگر منظور از ولنتاین محبت را بگیرن، اسلام با محبت ناسازگاری نداره. کسی با همسر خود، با معشوقه خود، با محبوبه خود، با نامزاد خود محبت کنه و هر روز محبت بکنه، کدام ممانعت در اسلام نیست. ولی اگر با نامحرمی هر کسی بگویم هر کسی را دوست دارم، اگر تو خواهر کسی دیگه را دوست داری، باز اگر او امامت خواهر تو را دوست داشت، اگر تو خواهر کسی دیگه را بوسیدی، باز او هم خواهر تو را میبوسه، باز آن روز سخت تمام خواهد شد. و حتی کسای بی غیرت های هم هست که میگن ببوسه دیگه، من خواهر او را میبوسم، او خواهر مرا ببوسه. استغفر الله.